بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم در هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال موفق و پیروز و سربلند باشید. الله متعال سپاس از اینکه بار دیگر به همراه شما گرامیان در درسی دیگر از شرح معانی آیات کلام الله مجید گرد هم آمدیم با آیات دیگر از سوره مبارکه بقره. در درس‌های گذشته به همراه شما گرامیان تا آیه 36 از این سوره رو پیش بردیم و در این برنامه هم به همراه شما گرامیان ادامه آیات رو در موضوع آدم علیه السلام پیش خواهیم برد و به تلاوت خواهیم گرفت. الله متعال در آیه 36 از این سوره مبارکه می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بعد از اینکه در 2 آیه گذشته و مجموعاً در 6 آیه گذشته الله متعال درباره خلقت آدم علیه السلام و اکرام و احترام او با سجده ملائکه صحبت فرمود، الله متعال درباره ابلیس و تمرد او از سجده به آدم بعد از دستور الهی سخن فرمود. الله متعال برای ما اشاره فرمود که ملائکه همه سجده کردند مگر ابلیس. ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. تفسیر این در سوره مبارکه اعراف آمده است که الله متعال از او پرسید: قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك؟ چه چیزی تو رو باز داشت از اینکه سجده نکنی وقتی من الله با عظمت به تو امر کردم؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. گفت که من از او بهترم، تو من رو از آتش آفریدی و او رو از گل. و همین خاطر ابى واستكبر وكان من الكافرین. درباره تفسیر این موضوع صحبت کردیم، به تفسیر که آیا از ملائکه بوده است و نبوده است و قول راجع این که از ملائکه نبوده است و از جنها بوده است و دلایل رو هم به تفسیر در برنامه گذشته خدمت شما عزیزان ذکر کردیم. بعد از اون الله متعال برای ما از حکایت آغاز زندگی مشترک آدم علیه السلام و همسر بزرگوارشان حوا سخن به میان آورد با این تعبیر که وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو و همسرت وارد جنت شوید و آنجا سکنا گزینید. و اشاره کردیم که الله متعال حوا رو که در حدیث رسول علیه السلام نامشان حوا ذکر شده است از پهلوی چپ آدم علیه السلام خلق کرد و به وجود آورد و خلق منها زوجها. در سوره مبارکه الاسلام میفهمد از خود آدم، از اون نفس اولیه، همسرش رو هم برای او آفرید. و درباره جنت صحبت کردیم که اختلافی که برخی گفتند با الهامگیری از بخش عهد عتیق کتاب مقدس مسیحیان که گفتند الله متعال آدم و حوا رو در باغی در عدن در سرزمین یمن آورد روی زمین و اونجا این جنت باغی بوده است، بستانی بوده است روی زمین که آدم و حوا آنجا وارد شدند. و سرآغاز این کلام و در بین برخی از مفسرین اهل سنت هم از آنجاست، از کتاب مسیحیان، کتاب مقدس مسیحیان. و اشاره کردیم به دلایلی که نمیتواند این کلام درست باشد و جنتی که الله متعال اینجا ذکر می‌فرماید همان جنت موعود و همان بهشتی است که به متقیان وعده داده شده است و بعد از حساب و کتاب روز قیامت مؤمنان و صالحان و متقیان وارد آن میشوند. همان جنت بوده است و همان جنت است و دلایل مختلفی رو داریم با خدمت شما سروران در برنامه گذشته ذکر کردیم. در ادامه الله متعال فرمود کل منها رغدا حیث شئتما. وقتی که آدم و حوا وارد جنت شدند، الله متعال فرمود که در این بهشت برینه پر از نعمت، در آن ناز و نعمت، در آن همه آسایش و آرامش و رفاه و ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. درباره جنت الله متعال فرمود هر آنچه که اراده بکنید، هر آنچه که بخواهید. و اینجا هم فرمود و کل منها رغدا حیث شئتما، هر جایی که میخواهید، هر آنچه که میخواهید
به فراوانی و گوارای وجودتان باید استفاده بکنید به راحتی با آسوده خاطری. الا ولا تقرب هذه الشجره، این درخت رو نزدیک نشید. یک درخت ممنوعه رو الله تعالی برای پدر و مادر ما شما آدم و حوا علیهما السلام ذکر می‌فرماید. هر چی می‌خواهید بخورید الا این درخت. نوعیتش رو هم ذکر نکرد چه درختی بوده است و مهم هم نیست. اگر مهم بود الله تعالی ذکر می‌کرد چه درختی بوده است. مهم این است که یک درخت ممنوعه‌ای بوده است. آنچه که الله تعالی برای آدم علیه السلام ممنوع کرد یک چیز بود فقط، و آنچه برای فرزندان آدم علیه السلام روی زمین ممنوع کرده است هم انگشت شمارن. یعنی ما در آیه 29 اگر به خاطر داشته باشید گفت دیدیم که الله تعالی فرمود هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، او ذاتی است که برای شما خلق کرده هر آن چیزی را که در زمین است. اصل در موجودات روی زمین، اصل در آنچه که از خوراکی ها، آنچه که از نعمت ها روی زمین وجود دارد حلال بودن آنهاست، مگر اینکه دلیلی از قرآن و حدیث صحیح رسول علیه السلام برای حرام بودن آن باشد. و آنچه که حرام اعلام شده است در آیات قرآن و حدیث رسول الله علیه السلام بسیار بسیار کم است، انگشت شمار است نسبت به آن دنیای عظیمی از حلال هایی که وجود دارد. در بهشت همه چیز حلال است به جز یک درخت ممنوعه. ولا تقرب هذه الشجره، اصلا نزدیکش نروید. نفرمود که نخورید، فقط نخورید از این درخت، نزدیک نروید. چون انسان وقتی که به یک شیء ممنوعه نزدیک شد، خود به خود نزدیکتر شدن سبب باز شدن اشتهای انسان نسبت به آن شیء ممنوعه می شود و تحریک میشه بیشتر. ما در قرآن کریم درباره زنا مثلا داریم ولا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نروید. چون شما در بعضی جاها دیدید مثلا منطقه خطر، شما در کوهستان رانندگی میکنید، جاده تابلوی زدن که به منطقه خطر نزدیک میشوید، از این جلوتر نروید، بیشتر نروید. منطقه خطر 400 متر، 300 متر، 200 متر، 100 متر، هی تابلو هشدار میده نزدیک نشوید. چرا؟ چون وقتی که انسان نزدیک شد، بعد در اون لحظه کنترل کردن این ماشینی که با سرعت با آن سمت می رود، به سمت دره، به سمت یک پل شکسته شده، به سمت یک جاده تخریب شده، به سمت یک کوه فرو ریخته، دیگه کنترل کردن در لحظه آخر سخت است. شاید اصلا نتونید شما کنترل بکنید ماشین رو. به همین خاطر از ابتدا لا تقربوا الزنا وارد نشه. اینجا معلم تا میفهمد که ولا تقرب هذه الشجره، نزدیکش نرید، اصلا نزدیک این درخت نروید. فتكون من الظالمین، اگر رفتید اون موقع شما از جمله ظالمان خواهید بود، ستمکار خواهید بود، گناهکار به حساب می آیید. فازلهم الشیطان عنها، بعد از اینکه آدم و حوا وارد جنت شدند، ابلیس از سوی الله متعال طرد شد، رانده شد. الله متعال او رو نفرین کرد و ان علیک لعنته، الله متعال او رو لعنت کرد. در آیات مختلف قرآن کریم تعابیر مختلفی برای لعن و نفرین اون داریم، یعنی از رحمت خود او رو راند. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، مذمت شده، طرد شده، رانده شده از این جایگاه، از این مکانتی که بودی، خارج شو، برو بیرون. از اونجا رانده شد، لعنت شد، نفرین شد. و کینه و بغض انسان رو از همون ابتدا آدم علیه السلام رو در دل گرفت. از همون لحظه گفتگوی مفصلی رو الله متعال بین خود و بین ابلیس در سوره مبارکه اعراف ذکر می‌فرماید برای ما که او وقت خواست از الله متعال، مهلت خواست برای گمراه کردن آدم علیه السلام و نسل و ذریه او، و گفت که از سمت راست و از سمت چپ و از پیش رو و از پشت سربانها هجوم خواهم آورد و اونها رو گمراه خواهم کرد و کمتر از اونها رو شاکر خواهی یافت و این بحث‌های مفصلی که در سوره‌های مختلف الله متعال من جمله سوره مبارکه اعراف و هجر برای ما در این باره صحبت می‌فرماید. اینجا کمتر به اون موضوع اشاره شده چون اینجا صحبت از کرامت انسان است، کرامت آدم است. اینجا محور سخن آدم است. در سوره اعراف محور باز اونجا ابلیس است. صحبت اونجا محور شرارت و دشمنی ابلیس است. اینجا کرامت و جایگاه انسان است و آدم است. اونجا باز درباره دشمنش بیشتر صحبت می‌فرماید که ابلیس است و داستان رو اونجا بیشتر نقش اول داستان اونجا ابلیس است. اینجا نقش اول داستان بیشتر
آدم علیه السلام است. این تفاوت‌ها و زیبایی‌های ذکر تنوع داستان‌ها در قرآن کریم است که ما در بخش‌های مختلف قرآن کریم یک داستان رو می‌بینیم، اما از زوایای مختلف می‌بینیم. ما اینجا داستان آدم و ابلیس رو، سجده نکردن شیطان به آدم رو از دید آدم می‌بینیم. در سوره اعراف باز داستان رو از دید شیطان می‌بینیم و ابلیس می‌بینیم. اونجا نقش اول اون ماجرا و اون داستان اونجا ابلیس است و اینجا اما نقش اول آدم علیه السلام است، چون آیات و سیاق آیات کلا درباره آدم علیه السلام است. اون رو ان شاءالله در وقت مقتضی خودش در سوره اعراف اگر عمر و لقا و بقا مقدر بود مفصل در اون باب صحبت خواهیم کرد و تفاوت بیان داستان سوره بقره و داستان سوره اعراف درباره یک موضوع و اولویت‌هایی که در اینجا و آنجا بود است. حکایت دشمنی ابلیس و آدم علیه السلام از اینجا آغاز شد. ابلیس که نگرفت، قسم خورد که به عزت تو قسم یا رب لاغوینهم اجمعین فبعزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به عزت و قدرت و جلال و جبروتت یا رب یا الله، اینها رو حتما قطعا و یقینا گمراه خواهم کرد. عجیب است درباره ابلیس وقتی ما صحبت میکنیم، ایمان ابلیس، ایمان شیطانی، ایمان ابلیسی. ابلیس چرا از جمله کافران قرار گرفته است؟ ابلیس چرا طرد شده است؟ چون در برابر اراده الله متعال، در برابر امر الهی رو نادیده میگیره، می ایسته در برابر الله متعال. الله متعال به او امر میکنه در اون جایگاه و مقامی که جبرائیل به سجده افتاده، اسرافیل به سجده افتاده، میکائیل به سجده افتاده است، ابلیس می ایسته و نمیکنه این کار، امر الهی رو انجام نمیدهد و الله در برابر الله متعال باز چون و چرا هم میآورد، دلیل هم میآورد، به جای اینکه اطاعت بکنه، فرمان برداری بکنه، خود را بالاتر از این میداند که دستور الهی رو انجام بدهد و این تکبرش و این غرورش سبب کفرش و سبب رانده شدن او از اون جایگاه می شود. و این حکمت الهی این است که به او مهلت می دهد تا روز قیامت. انظرنی الی یوم یبعثون. ابلیسی که برخی فکر میکنن، برخی حالا این رو در این میان جاش هست که اشاره بکنیم، برخی میگویند که خب همین که خدا رو قبول داشته باشی، قیامت رو قبول داشته باشی، حساب کتاب رو قبول داشته باشی، همین اصول ارکان ششگانه ایمان رو که پیامبرانی هستن، خدایی هست، قرآنی هست، همینقدر کافی است. حالا اینکه عبادت کردی نکردی زیاد مهم نیست. خب اینها رو که همه رو ابلیس قبول دارد. خلقتنی من نار و خلقته من طین. گفت که تو خالق منی، من رو از آتش خلق کردی و او رو از گل خلق کردی. ابلیس الله متعال رو قبول دارد، به عنوان خالق هم قبول دارد، به عزت او هم قسم میخورد. و انظرنی الی یوم یبعثون، گفت که من رو تا روز قیامت مهلت بده، روز قیامت رو هم قبول دارد. و ملائکه رو هم دیده، با چشم سر دیده. از ارکان ششگانه ایمان، ایمان به الله، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به روز قیامت، ایمان به قضا و قدر الهی و اینها، ایمان به پیامبران، اینها همه رو ببینید کدومش رو قبول ندارد ابلیس. و موضوع تنها این نیست که ایمان فقط تصدیق باشد، ایمان عمل است. ایمان تصدیق است، ایمان اقرار است، ایمان عمل است. وگرنه ابلیس هم این چیزا رو قبول داره. اینجا جنگ و نبرد ابلیس با آدم علیه السلام شروع میشه. آدم علیه السلام و حوا در جنتن و ابلیس باید کاری بکنه که ضربه خود رو به اینها بزند. باید از اونها انتقام بگیره. الله متعال آدم و حوا رو در جنت قرار داده است تا آنها نشان دهد این جایگاه اصلی شماست. در آینده تو و فرزندانت اینجا خواهی آمد. الان که باید بره روی زمین، الان باید برود روی زمین، چون در ابتدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدم. مثلا آدم خلق شده برای زمین، فعلا روی زمین باید بماند، اما در روی زمین نتیجه کار او رو دوباره برمیگرداند به اینجا، به جنت. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز با آنجا رویم که آنجا ملک ماست. اونجا رو نشان میده، این هدف است. فعلا اینجا بیایید، ببینید، زندگی بکنید، احساس بکنید اینجا رو، و از همینجا الله متعال در جنت دشمن شماره 1 او رو در زمین که قرار است با او مبارزه بکنه به او معرفی میکند و به آدم علیه السلام تاکید هم میکنه به این درخت نزدیک نشید. و باز یک تاکید دیگه هم به او میفرماید وقتی که او رو وارد جنت میکند. در سوره مبارکه طه
تفصیل این موضوع ذکر میشه. اینجا داستان آدم است، در سوره اعراف داستان ابلیس است، در سوره طه ترکیب این دوتا با هم است. اونجا الله متعال میفهمد که ای آدم حواست باشه، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. اینجا گرسنه نمیمانی، برهنه نمیمانی، تشنه نمیمانی، آفتاب تو نمیزنه، جنت رو توصیف میکنه. خیلی جایی است، بین امکانات هست، همه چی هست. حواست باشه به این درخت هم نزدیک نشو. یک موضوع دیگر هم الله متعال به صورت تاکید میکنه برای آدم علیه السلام. و آن چیست؟ این آدم حواست باشه که ان هذا عدو لك ولزوجك، این شیطان، این ابلیس دشمن تو و همسر توست. فلا یخرجنکما من الجنة فتشقا، از این جنتی که داخل او شده ای شما رو بیرون نکنه، اخراج نکنه که اون موقع سختی میبینی، مشکلات میبینی، مشقت میبینی. اینجا راحتی، گرسنه نمیشی، تشنه نمیشی، آفتاب به تو نمیزنه، اینجا اذیت نمیشی، همه چی در اختیار تو هست. فعلا اینجا بمان، اینجا بمان. این ابلیس دشمن تو است، این رو خوب آویزه گوشت بکن. ان هذا عدو لك ولزوجك، دشمن تو و همسر توست. فلا یخرجنکما من الجنة، شما رو مواظب باش کاری نکنه تو رو از اینجا اخراجت بکنه. این تاکیدها برای آدم علیه السلام میشه و آدم وارد جنت میشود. در آن سوی داستان ابلیس آرام نمی نشیند، حکایت رو شروع میکنه. ابلیس شروع میکنه که باید اینها رو بیرون کنه، باید انتقام خودش رو بگیره، باید ضربه خودش رو به آدم بزنه. از همون ابتدا باید ضربه خود رو به اونها بزند. و چیکار میکنه؟ شروع میکنه فازلهما الشیطان عنها. اینجا خلاصه داستان رو ذکر میکنه مثلا لغزان. فازل، از زله میاد، زل یعنی لغزیدن، لغزش. شما یک جایی میری زیر پای شما زمین لغزان است، آب ریخته، شما روی گل راه میرید، شما روی زمین راه میرید، مثلا خیس است یا برف رو شما دیدید جایی که یخ زده زمین، راه رفتن روی این زمین یخ، زمینی که یخ زده، روی برفی که آب شده، خصوصا روی گل بسیار سخت است. شما حواس شما نباشه لغزیدی، میفتی، حواس شما نیست. در اون جایی که باید احتیاط بکنی، اگر احتیاط نکردی میلغزی. الله متعال میفرماید که اون احتیاطی رو که باید آدم داشته باشد، اون احتیاط رو نکرد. فازلهما الشیطان، شیطان آنها رو لغزیدند. فازلهما الشیطان عنها مفسرین کلمه عنها رو، ان رو به معنای به سبب ها رو برگردونن به درخت الشجره. فازلهما الشیطان عنها، شیطان اون دوتا را، فازلهما، هما یعنی دو نفر، هم حوا و هم آدم علیه السلام، شیطان آنها را به سبب آن میوه ممنوعه لغزاند، اونها رو دچار لغزش کرد. فاخرجهما مما کان فیه، و آنها را اخراج کرد شیطان از آن جایی که در آن بودند. شیطان به سبب این درخت ممنوعه این رو وسیله قرار داد تا کاری کند که اینها آن میوه ممنوعه را بخورند و بعد از خوردن آن میوه ممنوعه الله متعال آنها را مجازات کند و از این مکان مبارک و پر از نعمت و از این بهشت برین، آسایش و آرامش و رفاه آنها را بیرون کند و اخراج کند. و کینه شیطان از اینجا شروع شده بود و میخواست که اونها رو بزنه. تفسیر این لغزش رو ما در آیات دیگر داریم، در سوره مبارکه اعراف و طه. الله متعال به تفسیر اشاره میفرماید که چگونه این کار رو کرد شیطان چگونه این کار رو کرد. برخی از کتاب‌های تفسیر باز به نقل، یعنی حالا دانسته یا نادانسته، این داستان رو ذکر کردن و مصدر این داستان باز برمیگردد مصدر داستانی که میخوام ذکر بکنم که چگونه شیطان توانست آدم علیه السلام رو فریب بدهد و حوا را. داستانی در کتاب مقدس مسیحیان، بخش
عتیق یا قدیم که در اون تورات و ملحقات تورات وجود داره، تورات تحریف شده ای که فعلا به آن یهودیان و مسیحیان باور دارند. و در آن کتاب مقدس در بخش عهد قدیم آمده است که ابلیس که خودش جرئت نمی‌کرد وارد بشه. و جالب است که خب ما در برنامه گذشته اشاره کردیم که در همین کتاب مقدس بر این باور هستند که اون جنت روی زمین بود، باغی بود در یمن. در آن باغ ادامه داستان رو این گونه ذکر کردن آنها که ابلیس وارد نمیتوانست وارد این باغ بشود. ملائکه را در مطار گذاشته بود با شمشیرها منتظر بیرون. این روایت کتاب این مسیحیان و یهودیان از این داستان است. و متاسفانه برخی از مفسرین همین رو ذکر کردن، مفسرین اهل سنت. رفته است آنجا و ابلیس نمیتوانست بره، به هر حیوانی گفت او را اجازه ندادن وارد بشود. آخر مار حاضر شد او رو در بینی خود مخفی کند و مار در آن زمان، این روایتی که آمده و یک روایت ساختگی است و یک روایتی است که نه با عقل جور در میآید نه با نقل جور در میآید. و بعد مار بر روی 4 پا راه میرفت و او رو در بدن خود در بینی خود مخفی کرد و وارد آن باغ و بوستان شد، وارد آن بوستانی که روی زمین بود شد. و بعد به سراغ حوا رفت و پیش حوا او رو وسوسه کرد، گفت این درخت رو بخور، این رو اگر بخوری از این درخت تو رو منع کرده خداوند که اگر بخوری تو اینجا همه چیز رو خواهی دید، چشم تو بینا می شود برای هر چیزی، بخور برای تو خوب است و مثل خداوند می شوی. این خب این نقل قول از کتاب مقدس است. و بعد حوا رو فریب داد و سپس حوا آمد پیش آدم و گفت من خوردم چیزیم نشد تو هم بخور و او رو فریب داد. و این گونه بود که مار سبب فریب حوا شد و حوا سبب فریب آدم شد و بعد عورت اونها نمایان شد و بعد در دایمتان مطلع شد و مار رو نفرین کرد و زن رو هم بسیار ملامت کرد و تهدید کرد. اینا همه اقوالی است که در کتاب مقدس مسیحیان در بخش کتاب عهد عتیق در آنچه که منتسب به تورات است ذکر شده است. برخی متاسفانه این داستان رو با ذکر کردن در نحوه وسوسه کردن آدم توسط ابلیس و این داستانی است که سندیت درستی ندارد و یک داستان ساختگی است. اصلا اولا که گفتم اون جنت روی زمین نبوده است، اون باغ و بوستان روی زمین نبوده است و دلایل مفصل ذکر کردیم که در آسمان بوده است، جنت فردوس است. ثانیاً ورود ابلیس در بینی ماری و ماری داخل جنت اصلا نه با عقل جور در میاد نه با نقل جور در میاد. اونجا ملائکه چه کاره بودند؟ اونجا الله متعال چطور اجازه داد که این ماری وارد بشود؟ این داستان یک داستانی است که هیچ اصل و ثبوتی ندارد، سندی ندارد. خب چگونه ابلیس توانست این کار رو انجام بده؟ آدم و حوا علیه السلام داخل جنت هستند. ابلیس چگونه این کار رو کرد؟ باید بدانیم که ابلیس داخل جنت نبود. در خارج از جنت آنچه که قرآن کریم برای ما ذکر می‌فرماید این هست که اونها رو وسوسه کرد. فوسوس لهم الشیطان. در یک روایت آمده در یک آیه آمده در سوره طه که فوسوس الیه الشیطان، الیه به سوی آدم. در یک جا مفرد ذکر شده، در یک جا تثنیه 2 نفر ذکر شدن. در اعراف هر دو رو ذکر کرده، آن دو را وسوسه کرد. صحبت از وسوسه است. الله متعال می‌فرماید خود ابلیس آنها رو وسوسه کرد. نه ماری در کار است و نه حیوان دیگری. خود ابلیس، خود شیطان وسوسه کلامی انجام داد، حرف زد، سخن گفت با آنها از راه دور. یعنی اینکه چگونه با آنها سخن گفت. سخن گفتن ابلیس با آدم علیه السلام به این معنا نیست که او وارد جنت بوده است و وارد جنت شده و داخل جنت بوده است. به این معنا نیست، الزاماً به این معنا نیست. الان با توجه به این امکاناتی که الان من و شما در اختیار داریم و تکنولوژی که در اختیار من و شماست، این موضوع فهمش بسیار آسان شده که شما اگر بخواید با یک نفری در یک گوشه دیگری از عالم صحبت بکنید، به راحتی صحبت میکنید. صدای شما رو میشنوه، تصویر شما رو میبینه بسیار همزمان. این مسئله دیگه مسئله نیست که ما بخوایم دربارش بحث بکنیم که داستان‌های عجیب غریب رو بیاوریم که آدم شیطان در داخل بینی ماری رفت و مار وارد شد و بعد اون و عجیب‌تر است در اون داستان میگویند که اون 4 تا پای او رو خداوند به خاطر اینکه او رو مجازات بکنه از او گرفت و بعد روی شکم راه میره تا روز قیامت. این مجازاتی است از طرف الله متعال برای مار. و آدم رو گفت که و حوا رو گفت چون تو شریک بودی من و در زایمان سخت میگیرم بر تو، درد بسیار سختی رو تحمل خواهی کرد در زایمان و تو همیشه تحت سیطره مردها خواهی بود. این کلامی است که در
کتاب مقدس مسیحیان ذکر شده. دقیقا همین الفاظ و همین تعابیر کلمات استفاده شد و برخی این رو در کتاب‌های اهل سنت هم متأسفانه می‌بینیم از مفسرین که ذکر کردن و عرض کردم که سندیتی و تاریخی ندارد. الله متعال می‌فهمد که او رو وسوسه کرد با کلام از بیرون. صدای او رو شنید. این موضوع بسیار موضوع ساده است. ابلیس از خارج از بهشت با صدای خود رو به آنها در داخل بهشت رساند. چگونه رساند؟ الله بهتر می‌داند. یک به شکلی رساند. فوسوس لهم الشیطان. در وسوسه چه کار کرد؟ آمد اونها رو فریب داد. چگونه فریب داد؟ گفت ما نهاکما ربکما، در سوره اعراف آمده است، ان هذه الشجره، من نکرد شما رو پروردگارتان از این درخت، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. هدف منع الله متعال این بوده که شما اگر از این درخت بخورید شما 2 ملک میشوید یا به صورت جاودانه در جنت خواهید ماند. اما توجیه کرد، گفت ببین آدم حوا، شما 2 رو الله متعال به خاطر این منع کرده است که اگر از این درخت بخورید همیشه در جنت میمانید، دیگه روی زمین نخواهید رفت. این درخت خلد است. در سوره طه میفرماد که گفت که یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، آیا تو را به درخت جاودانگی من راهنمایی نکنم و اون ملکی که هیچ وقت فناپذیر نیست و جاودانه میمانه. اینجا میخوای در جنت بمانی، اصلا نری روی زمینی که قراره تو بری خلیفه باشی در روی زمین، میخوای اصلا نری روی زمین، همینجا جای خوبیه دیگه، همینجا باش. کجا میری روی زمین؟ همینجا در جنت باش. زمین میخوای بری چیکار؟ همینجا باش، در جنت باش. اینجا جاودانه باش، همینجا جاودانه باش، همینجا همیشه بمان. این درخت جاودانگی است. اگر از این خوردی مثل ملائکه میشی. ملائکه هم که شدی جای تو در آسمان است، در جنت است، نزدیک الله متعال هستی. اینجا میمانی پیش الله متعال، نزدیک الله متعال. می روی زمین چیکار بکنی؟ فدلهما بغرور، الله متعال میفرماید و قاسمهما، قسم هم خورد، انی لکما لمن الناصحین، قسم خورد انی لکما لمن الناصحین، قسم به ذات الله متعال که من ابلیس لکما من الناصحین، خیرخواه شما، من خیر شما رو میخوام، من دوست شما هستم، من رفیق شما هستم، من دوست شما هستم. قسم دروغ، اولین قسم دروغ، نه تنها دروغ میگوید این موجود، دروغ گفت، قسم هم خورد برای دروغش. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، من خیرخواه شما هستم، من خیرتون رو میخوام آدم، من خیرتون رو میخوام، من که رفتم، من که رانده شدم، من که نفرین شدم، اما تو بمان، تو از این درخت بخور از این درخت، چیزی نمیشه، چیز خاصی نخواهد شد. اگر این درخت رو بخوری تو اینجا میمانی. الله متعال تو رو منع کرده از این درخت، چون اگر بخوری اینجا میمانی و نمیری روی زمین، در حالی که قرار است بری روی زمین. به خاطر اینکه بمانی اینجا، بخور اینجا میمانی. فدلهما بغرور، و این رو اونها رو فریب داد، قسم خورد، وسوسه کرد. با این وسوسه کرد هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. حالا اگر این شبهه مطرح بشه که خب آدم علیه السلام چگونه این شبهه رو، چگونه آدمی که اون همه علم داشت، اون همه توانمندی داشت، اون همه ذکی بود، هوش داشت، ذکاوت داشت، اون دانشمند، اون کسی که در برابر ملائکه در اون مسابقه علمی پیروز شد، چگونه متوجه نشد که اینجا اگر این درخت رو بخور هل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، چگونه این فریب رو خورد در حالی که قرار بود روی زمین برود. آدم علیه السلام دوست داشت جوار الله متعال رو، دوست داشت در جنت باشد، دوست داشت آنجا باشد. او میدانست که دار خلد بعد از حساب و کتاب است. این جنت دار خلد هست بعد از حساب و کتاب. فعلا برای او که قرار است برود روی زمین شاید تغییری بیاید و اینجا بماند. به همین خاطر خورد. فازلهم الشیطان عنه، همین که خورد الله متعال میفهمد عورت آنها نمایان شد و بعد عورت خود را با برگ‌های از جنت پوشاندند و الله متعال به آنها فرمود آیا من نگفتم به شما که به این درخت نزدیک نشوید؟ فازلهم الشیطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. چرا آدم علیه السلام این کار انجام داد؟
سوال مطرح می شود. آیا آدم علیه السلام این کار رو فراموش کرد؟ برخی از مفسرین گفتن که فراموش کرد. فراموش کرد یا عصیانی انجام گرفت، گناهی مرتکب شد آدم علیه السلام. اگر فراموش کرده باشد خب طبیعتا نباید ملامت بشه. برخی از مفسرین گفتن این سوال مطرح شد چگونه آدم علیه السلام با این همه تأکید الهی که نزدیک نشو باز هم خورد. برخی گفتن که فراموش کرد که الله او رو منع کرده بود، در حالی که این کلام درستی نیست. این کلام دقیقی نیست. آدم علیه السلام بعد استدلال کردن با آیه سوره مبارکه طه ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. ما از آدم علیه السلام عهد و پیمان گرفته بودیم قبل از این، یعنی قبل از انسان ها. حکایت قبل یعنی قبل از داستان پیامبران و همه اینها. فنسی، فراموش کرد. ولم نجد له عزما، و اون عزمی رو، اون جدیتی رو که من در با عظمت بعد در او ببینم ندیدم. فنسی ولم نجد له عزما، عمدن این کارو نکرد. فنسی، فراموش کرد. این فنسیه رو برخی اینگونه تفسیر کردن این آیه مبارکه طه رو که فراموش کرد که الله او را منع کرده از خوردن این درخت، در حالی که فراموش نکرد. این کلام درستی نیست. این که کسی بگوید آدم علیه السلام فراموش کرد که این درخت رو نباید بخورد، این میوه رو نباید بخورد، این کلام درستی نیست. خب اگر کلام درستی نیست خود الله متعال فرموده خب فنسی ولم نجد له عزما، چی رو فراموش کرد؟ پس آدم علیه السلام این رو فراموش نکرد که الله متعال او رو منع کرده بود که این درخت رو نخور. چون خود شیطان وقتی او رو وسوسه میکرد گفت ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین او تکونا من الخالدین. ما نهاکما، نهی نکرده شما را، ربکما پروردگارتان شما رو منع نکرده از خوردن این درخت مگر اینکه شما ملک میشوید یا جاودانه میمانید. خود ابلیس همون لحظه که اینا رو وسوسه میکرد به اونها گفت شما رو منع کرده الله. نهاکما ربکما، ما نهاکما ربکما. خب ما نهاکما، خود نهاکما رو که گفت الله شما رو نهی کرده، اما نهی نکرد. دلیل نهی چی است؟ الله شما رو نهی کرده از این درخت. بله الله گفته نخور. ابلیس خودش گفت که الله گفته نخور. وقتی ابلیس گفت که الله متعال فرموده که الله متعال گفته نخور، پس آدم چطور فراموش کرد؟ آدم علیه السلام فراموش نکرد. این رو فراموش نکرد که الله متعال فرموده نخور، چون خود ابلیس در همون لحظه با یادآوری میکنه. خب پس چی رو فراموش کرد؟ این که الله متعال میفهمد فنسیه ولم نجد له عزما، فراموش کرد و من الله با عظمت در آنچه انجام داد جدیتی، مخالفت علنی نیافتم بر کار او. چی رو فراموش کرده بود؟ آنچه که آدم علیه السلام فراموش کرد این نبود که الله او رو منع کرده، چون شیطان خودش یادآوری کرد. نکته مهمتری رو فراموش کرد که الله متعال به او فرموده بود یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ای آدم، این ابلیس دشمن تو و همسر توست، نشود که شما رو فریب دهد و از جنت خارج کند که به مشقت میافتی. این نکته رو که ابلیس دشمن اونهاست این رو فراموش کرد. به همین خاطر ابلیس آمد و اونها رو وسوسه کرد و قاسمهما اینی لکما لمن الناصحین. در سوره اعراف میفرماید قسم خورد من خیرخواه شما هستم. این که دشمن آنهاست و الله متعال فرموده بود این شیطان دشمن توست، مواظب باش، این دشمن تو است. کلام دشمن تو حتی اگر با عسل در دهان تو قرار گیرد به ضرر توست. دشمن خودت رو بشناس، این دشمن تو است. اینجا بزرگترین درس رو آدم علیه السلام گرفت در جنت، در این ابتلا، در این آزمایش. بزرگترین درسی که آدم علیه السلام در جنت گرفت و فرزندان او در طول زندگی روی زمین نباید فراموش بکنن این جمله بود: آنچه که پدر اونها فراموش کرد رو نباید فرزندان فراموش بکنن. ان هذا عدو لك ولزوجك فلا یخرجنکما من الجنة فتشقى. آدم علیه السلام فراموش کرد که این دشمن من است. کلام دشمن هیچ وقت به نفع تو نیست. صف رو در میدان نبرد باید تشخیص بدی. در میدان نبرد وقتی تو دشمن خودت رو نشناسی باختی جنگ رو. ای فرزندان آدم،
الله متعال باز همین تعبیر رو خطاب به کل انسان ها میفهمد ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن شماست، شما هم او رو دشمن بدانید. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، ای فرزندان آدم شما را نفریبد شیطان، همان گونه که لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، همونطور که فریب داد پدر و مادر شما را و اونها را از جنت اخراج کرد. ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما، لباس تن اونها را خارج کرد تا عورت اونها را برای اونها نمایان بکنه. این دشمن پلید، این دشمن ملعون حتی میخواهد عورت شما را لخت بکنه. در سوره مالک اعراف میفهمد و هر کسی که به دنبال لختی و عریان کردن انسان هاست شیطانی است، به مانند ابلیس. الله متعال آنچه را که آدم علیه السلام فراموش کرد دشمنی شیطان بود. خود اصل معادله مهمترین اصل در میدان نبرد فرزندان آدم علیه السلام و فرزندان ابلیس این موضوع است: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. دشمن شماست. این قسم خورده شما را نگذاره که شما رستگار بشید. قسم خورده نگذاره شما وارد آن جنت بشوید. پدر و مادر شما را که داخل آن جنت بودن بیرون کرد. بله، حکمت الهی این بود که الله متعال آدم رو برای جنت در آن لحظه، در آن زمانی که خلق کرده بود، برای زمین آورده فریده بود. انی جاعل فی الارض خلیفه، من در روی زمین جایگزینی میگذارم. خلیفه روی زمین است، باید می آمد روی زمین، اما الله متعال او رو در جنت برد تا هم جنت را به او نشان دهد، هم سرای ابدی و همیشگی او را به او نشان دهد و هم به او بفهماند که ببین در چنین جایی تو رو آوردم، به تو گفتم نخور، اما شیطان به تو گفتم که این هم شیطان است، این دشمن تو است، حرف او رو گوش نده. توی دانشمند، توی عالم، توی نابغه‌ای که ملائکه به تو سجده کردند، تو اون شخصیتی که ملائکه در برابر علم و توانمندی و اون فهم و درکی که تو داشتی عاجز ماندن. بعضی وقتها اگر حواس خودت رو جمع نکنی، این ابلیس چنان تو را فریب میدهد، بلایی سر تو در می آورد که ندانی از کجا خوردی. این حکایت بود که این گونه فریب داد ابلیس آدم علیه السلام رو. و الله متعال این گونه الان دشمنی ابلیس با آدم خوب مشخص بود. دشمنی ابلیس و فرزندان ابلیس با آدم علیه السلام مشخص است. آنها آدم علیه السلام رو سبب اخراج خود از آسمان می‌دانند. ابلیس آدم علیه السلام رو سبب بدبختی و لعن و نفرین خود می‌دانست، در حالی که این اشتباه است. الله به او امر کرد که سجده کن، آدم که امر نکرد. الله به ابلیس گفت سجده کن، سجده نکرد. چون خودش سجده نکرد، خود رو بهتر دانست، امر الله رو قبول نکرد، الله متعال او را نفرین کرد، لعن کرد، طرد کرد از آسمان. اما او کینه فرزندان آدم رو گرفت. خب فرزندان آدم چرا کینه ابلیس رو گرفتند؟ زیرا سبب شد تا پدر و مادرشان از جنت اخراج شوند و از جنت بیرون شوند. و یکی از دلایلی که برای این موضوع اثبات می شود که آن جنتی که الله متعال اینجا ذکر می کند جنت آسمان است، همین است. و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که روح موسی علیه السلام با آدم علیه السلام هم کلام شدن و گفت که پدر جان چرا ما را از جنت اخراج کردی و ما را بدبخت کردی و مشکلات انداختی؟ آدم علیه السلام جواب نداد. آدم علیه السلام نگفت که بابا جان من از شما را از باغی در یمن اخراج کردم، به باغ‌های بهتری در جای دیگر دنیا رفتید. آنگونه که برخی میگویند این جنت روی زمین است. این هم از اون دلایلی است که ثابت میکنه جنت اون جنت آسمان است. و در حدیث شفاعت معروف، حدیث دیگری که رسول الله علیه السلام فرمود روز قیامت مردم برای آغاز حساب کتاب و باز شدن در بهشت پیش این پیامبر و پیش آن پیامبر میروند، پیش آدم علیه السلام رفتند و از او خواستند که آدم جان، پدر جان، تو پدر ما هستی، ابوالبشر هستی، از الله بخواه تا حساب کتاب را آغاز کند، که طولانی شد ماندن ما در صحرای محشر. و آدم علیه السلام میفرماید آیا شما را از جنت غیر از گناه پدرتان چیز دیگری اخراج کرد؟ اون هم دلیل دیگری است برای اینکه این جنت همان جنتی است که در آسمان است. خلاصه کلام این که الان دشمنی ابلیس با فرزندان آدم مشخص بود، دشمنی فرزندان آدم با ابلیس هم مشخص شد.
ما را از جنت اخراج کرده است. ما در جنت بودیم. اگر این جنت در جایی در یمن می بود که خب دشمنی معنایی نداشت. به خاطر اینکه پدر ما را از باغی در یمن اخراج کرده و باغی در شمال اروپا یا در ترکیه یا در گوشه و کنار شرق آسیا و غرب آمریکا برده است. نه که دلیل توجیهی نمیشد. به خاطر این همه دلایلی است که باز برمیگرده به اون موضوع که جنتی که در آسمان است. برگردیم به آیه که الله تعالی فرمود فزلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما كان فیه. از اینجا که اونها را اخراج کرد الله تعالی میفرماید و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. من الله با عظمت گفتم اهبطوا، بروید پایین، فرود آیید، همین شما برید پایین، آدم، حوا، شیطان. بعضكم لبعض عدو، برخی از شما برخی دشمن هم دیگرید. الان این درس رو گرفتی آدم، خوب فهمیدی که دشمن تو کیست. به تو گفته بودم این دشمن تو است. الان فهمیدی که دشمن با تو چه میکند. او رو از میشه دشمن بگیر. دشمنی فرزندان آدم علیه السلام و نبرد شیطان و فرزندان شیطان با آدم و فرزندان آدم در زمین آغاز می شود. ولکم فی الارض مستقر، در زمین میمانید، استقرار میابید، اونجا میمانید. و متاع الی حین، و معیشت میکنید. متاع، آنچه که برای زندگی نیاز دارد. حالا متاع میفهمید در زمین برای شما مستقر میشوید و زندگی میکنید الی حین، تا وقتی که مرگ شما فرا رسد. برخی گفتن الی حین، تا وقتی که قیامت برپا گردد. در روی زمین میمانید و این نبرد ادامه دارد. این آیات رو من حالا مقداری روی این آیات زیاد بیشتر صحبت کردم، چون فلسفه وجود انسان روی زمین است. این ابتدای حکایت داستان ما روی زمین است. به این فلسفه بسیار فهمش مهم است. این نکات، این آیات در خود مسائل بسیار مهمی رو داره که ما رو در آیات بعدی، در مسائل دیگری که در قرآن ذکر شد، در آغاز قرآن کریم الله تعالی برای ما از این مهم صحبت می‌فرماید که چه شد، شما آمدید، از کجا آمدید، چرا آمدید، و بفهمیم موضوع رو و حکایتی که در آن قرار داریم. و در ادامه الله تعالی می‌فرماید فتلقى آدم من ربه کلمات. وقتی این دستور داده شد که برید روی زمین، آدم پشیمان است، ناراحت است که چرا شد، چطور فریب ابلیس و شیطان را خورد. سبحان الله، چگونه فریب خورد آدم، چگونه الله گفته بود که این دشمن توست، چگونه فراموش کرد این موضوع رو. ناراحت است، پریشان است، از الله متعال میخواهد او را ببخشد، استغفار میکند. فتلقى آدم من ربه کلمات. و آدم علیه السلام ندامت و استغفار خالصانه رو الله متعال میفرماید وقتی که میبیند به او کلماتی رو یاد میداد. فتلقى آدم، و دریافت کرد آدم من ربه کلمات، از پروردگارش کلماتی رو یاد گرفت که اونها را بخواند. فتاب علیه، و توبه او را پذیرفت. و این کلمات چه کلماتی بودند که آدم علیه السلام یاد گرفت؟ الله متعال در خود سوره مبارکه اعراف، در خلال همین داستانی که در سوره اعراف ذکر میشود، میفرماید که قال ربنا ظلمنا انفسنا. گفتن آن دو نفر، آدم و حوا، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ما ظلم کردیم به نفسهای خود. و ان لم تغفر لنا، اگر ما را نبخشی، و ترحمنا، بر ما لطف و احسان و رحمت نفرمایی، لنکونن من الخاسرین، قطعا، حتما و یقینا از جمله زیانکاران خواهیم بود. و این دعایی بود که الله متعال در همین خلال داستان آدم علیه السلام در سوره اعراف ذکر می‌فرماید که اون دعا را خواندن، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، در سوره اعراف 23 ذکر می‌شود. این آیات رو خواندن، این دعا رو خواندن و الله متعال آنها را فتاب علیه، الله متعال توبه او را پذیرفت، الله متعال به او توفیق توبه داد. انه هو التواب الرحیم، زیرا الله متعال بسیار توبه پذیر است، بسیار توبه را میپذیرد و قبول میکند. و اینکه الله متعال توبه را قبول میکند به خاطر این نیست که بر او واجب است که این توبه بندگان خود را قبول بکند، چون او رحیم است، رحم دارد، لطف دارد، احسان دارد، دوست دارد که بندگان خود را ببخشد. انه هو التواب الرحیم. الله متعال بسیار بخشنده و بسیار مهربان است. الله متعال با این دعای ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، دعای آدم علیه السلام و مادرمان حوا را پذیرفت و آنها را الله متعال معاف کرد. اینجا فتاب علیه ما نفرمود، فتاب علیه، فتلقى آدم، و آدم کلماتی را یاد گرفت، الله توبه او را پذیرفت. ذکر از حوا نشده است. برخی از مفسرین گفتند که چون حوا علیه السلام تابع آدم بود و چون تابع آدم بود،
از آدم علیه السلام او هم پذیرفت و در دعایی که ذکر شده قالا گفتن آن دو نفر. آنجا مشخص است که آدم و حوا هر دو با همین دعا را خواندند و اینجا چون حوا تابع آدم بود و آنجا ذکر شده که دعا را هم حوا خوانده است، توبه هر دو پذیرفته شد. انه هو التواب الرحیم. خدای متعال در سوره مبارکه طه میفرماید و عصی آدم ربه. آدم سرپیچی کرد از دستور پروردگارش و این اتفاقی که افتاد گناهی بود که از روی عمد نبود. یعنی این گناهی نبود که آدم علیه السلام از روی عناد و سرپیچی و غرور و تکبر در برابر ذات الله متعال انجام بدهد. و تفاوت گناه آدم و گناه ابلیس در این بود: ابلیس تمرد کرد، ابا و استکبر، خود رو بالاتر از آن دانست که امر الهی را انجام دهد. این نکته باید خوب مد نظر ما باشد. آدم علیه السلام به این نیت که شاید بتواند نزدیکتر باشد به الله متعال، با اون جمله‌ای که ابلیس گفت و ابلیس هم میدانست که آدم این چیز رو دوست داره، نزدیکی به الله متعال رو، و اون رو فریب خورد و به همین خاطر الله متعال میفرماید فنسی ولم نجد له عزما، فراموش کرد که ابلیس دشمن اوست و ما در این موضوع، من الله و عز من در آنچه که انجام داد آدم، این موضوع رو ندیدم که جدیت و مخالفتی با امر الله متعال داشته باشد. الله متعال در ادامه باز میفرماید که قل نهبطوا منها جمیعا. در آیه بعد آیه 38 دوباره میفرماید قل نهبطوا منها جمیعا. یعنی الله و عز من گفتم همه شما پایین بروید، فرود آیید، سمت زمین برید. این ندای دوم است. در آیه قبل هم، در آیه 36 دعای قبل، آنجا فرموده بود و قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو. اونجا هم کلمه هبوط رو ذکر کرد. اینجا هم دوباره امر تکرار می شود. یک بار قبل از توبه، یک بار بعد از توبه. قبل از این آیه در آیه 37 بحث از توبه است. در آیه 36 یک بار هبوط ذکر میشه. در آیه 38 هم بعد از توبه دوباره هبوط ذکر می شود. دو بار هبوط رو الله متعال ذکر کرده، فرود آمدن به زمین رو. بار اول همین که معصیت صورت گرفت و اون گناه صورت گرفت، دستور داده شد برید پایین. آدم علیه السلام سریع توبه کرد، استغفار کرد. الله متعال توبه او را پذیرفت. ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدی. الله متعال توبه او را پذیرفت و او را الله متعال به پیامبری انتخاب می‌کند بعداً. و بعد دوباره بار دیگر دستور هبوط ذکر می شود. حکمت این که دو بار هبوط ذکر شده است. یک نکته لطیفی رو برخی از مفسرین ذکر کردن، بسیار زیباست. بار اول وقتی که هبوط آمد بعد از گناه، قبل از توبه، اون هبوط که ذکر شد، آدم علیه السلام بسیار ناراحت اندوهگین درخواست توبه کرد. وقتی که الله متعال توبه او را پذیرفت، این احتمال وجود داشت که آدم علیه السلام این احتمال رو بده که خب اون دستور اول رفتن به زمین به خاطر گناه بود. حال که الله متعال او رو بخشیده است و گناه او پاک شده است، شاید اون دستور هم پاک شده باشه، یعنی دیگه دوباره هبوطی روی زمین وجود ندارد و میماند. الله متعال باز این موضوع رو یادآوری می‌فرماید قل نهبطوا منها جمیعا، بروید پایین. اما این هبوط با اون هبوط فرق میکنه. آنجا فرمود قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو و قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو. بروید پایین که شما دشمن یکدیگر خواهید بود، در دشمنی زندگی خواهید کرد. اینجا الله متعال باز بعد از توبه‌ای که با آدم علیه السلام القا میکند و او میپذیرد، کلمات رو یاد میگیره و میخواند و الله توبه او را میپذیرد، مقداری تعبیر فرق میکنه. الله متعال بار دوم چون قرار است این انسان روی زمین برود، خلیفه باشد و درس خود را گرفت، شناخت دشمن خود را، و الله هم او رو بخشید به خاطر آن لغزشی که از او صورت گرفت. الله متعال میفرماید قل نهبطوا منها جمیعا، همه بروید روی زمین. فاما یاتینکم، اما من شما انسان ها رو تنها نمیگذارم روی زمین، شما رو در برابر شیطان و ابلیس تنها نمیگذارم. فاما یاتینکم منی هدی، از سوی من الله با عظمت حتما قطعا برای شما خواهد آمد یک هدایتی. یاتین، این نون که مشدد است، نون تاکید ثقیلی دلالت بر تاکید بر تاکید دارد. حتما و قطعا از سوی من الله با عظمت هدایتی به سوی شما فرستاده خواهد شد. پیامبران الهی می آیند، کتاب‌های آسمانی می آید، وحی الهی می آید. فمن تبع هدای، هر کسی که از هدایت من تبعیت کند، راه را بشناسد، دشمن رو در این درس بزرگ که تو آموختی ای آدم فرزندان تو هم یاد بگیرن و هدایت من را بپذیرن. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی خواهند داشت و نه اندوهی و حزنی. فلا خوف علیهم
ترسی بر آنها نیست. ترس عادتاً از آینده است. انسان از آنچه پیش روی اوست میترسد. ولا هم یحزنون، و حزن هم عادتاً برای گذشته است. ناراحتی نه ترسی بر آنهاست از آینده و نه حزن و اندوهی بر گذشته دارند. حزن بیشتر غم برای گذشته است، بیشتر بر آن چیزی که اتفاق افتاده و گذشته. الله متعال میفهمد کسانی که راه الهی رو پیش بروند، انسانهای صالحی باشند، انسانهای مؤمنی باشند، شیطان را بشناسند که دشمن آنهاست و به دنبال شیطان و وسوسه های شیطان نروند. هدایت الهی رو، پیامبران الهی، کتابهای آسمانی، دعوت انبیاء الهی رو پذیرفته باشند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه از آینده ترسی دارند، نه از گذشته غمی، چون گذشته آنها را الله متعال بخشیده و میبخشد و آینده آنها را هم الله متعال به آنها ضمانت کرده که در آخرت به آنها جنت خواهد داد. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون بیشتر در لحظه مرگ است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الله متعال میفرماید کسانی گفتن پروردگار ما الله است و استقامت کردند در این راه، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر آنها نازل میشوند و آنها میگویند که تنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، ناراحت نباشید، اندوهگین نشوید، و بشارت میدهند آنها را، بشارت میدهند آنها را ملائکه، و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون. این در لحظه مرگ است. بشارت باد به شما با آن جنتی که به شما وعده داده شده است. نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا و فی الاخره، همونطور که در دنیا با شما بودیم دوست شما در آخرت هم با شما خواهیم ماند. و کسانی که راه الهی رو پیش میبرند در هنگام مرگ ترسی ندارند و اندوهی، و در لحظه‌ای که حساب کتاب میشود در صحرای محشر ترس و اندوهی ندارند، و در روز قیامت در جنت هم ترس و اندوهی ندارند. اما والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، اما کسانی که کافر میشوند، تکذیب میکنن آیات الهی رو، قبول نمیکنن این حقیقت هایی رو که الله متعال برای اونها مطرح میکنه، حقیقت زندگی رو، واقع زندگی رو، فهم درستی از زندگی خود ندارن، آیات الهی رو به تمسخر میگیرن، اولئک اصحاب النار، اینا همون کسانی هستند که به دوزخ میروند. در آیه گذشته اشاره نکرد به بهشت، چون فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون خودش در بطن خود بهشت رو داشت. بهشت همون جایی است که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و اینجا اولئک اصحاب النار، وقتی که اصحاب النار رو ذکر می‌فرماید به این معناست که هم اینا خوف دارن، هم حزن دارن. کسی که دین ندارد، کسی که ایمان ندارد، هم ترس دارد از آینده خود، هم غم و غصه و اندوه دارد از گذشته و گذشته‌های خود و پیوسته در غم و اندوه و اضطراب و نگرانی است. و در آخرت هم اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، و جاودانه در دوزخ خواهند ماند. الله متعال ما شما را نجات بدهد که از این دسته و از این گروه باشیم و از گروه اول بگرداند که فرمود فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و نه ترسی بر آنها خواهد بود و نه حزن و اندوهی به سراغ آنها می آید. این آیات تا اینجا داستان آدم علیه السلام و ابلیس به پایان میرسد و بعد از این الله متعال داستان بنی اسرائیل رو برای ما ذکر میکند و داستان مفصلی که طولانی ترین داستان قرآن کریم در سوره های مختلف هست، داستان بنی اسرائیل و موسی علیه السلام، و حکایت آن رو میگذاریم برای جلسه دیگر. حتما با ما همراه بشوید تا ببینیم که ارتباط بین آیات بنی اسرائیل با داستان خلافت آدم علیه السلام چیست و چرا الله متعال حکمت چه بوده است که داستان آدم که به اتمام میرسد صحبت از بنی اسرائیل مطرح می شود در قرآن کریم. تا دیدار دیگر همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یارتان باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.